الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 41 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما به نهایت یک موضوع مهم را بیان میکنیم. بعد از اینکه به شما معنای توحید از همه جهت فهما شد، هم از جهت لغت، هم از جهت اصطلاح، هم از جهت قرآن، هم از جهت سنت، هم از جهت سخنهای علما، از همه جهت معنای توحید را در چندین حلقه های زیاد بیان نمودیم و این چنین شرک را فهمیدید و ترس از شرک را فهمیدید و این چنین از همه مهمترینش بعد از معنای توحید را فهمیدن، مخالفان توحید را که معنای توحید را خطا فهمیدند و معنای توحید را غلط فهمیدند و گمراه گشتند شناختید و فهمیدید از فرقه های باطل. این چنین اینها را در چندین حلقه بیان نمودیم. کسانی که مخالفت با توحید دارند، فهم توحید و معنای توحید را غلط بیان کردند، خطا فهمیدند، گمراه گشتند. و بعد از این در حلقه گذشته به شما غربت اهل توحید را بیان نمودیم که امروز چقدر اهل توحید غریب هستند و چقدر هم توحید و هم اهل توحید در روی زمین غریب است. حالا باشد موضوع امروزه ما بیان کردن اصل توحید و کمال توحید و بیان کردن زیاد و کم شوی توحید و شکننده های توحید. عموما این مسائل می باشد. برادرانم و خواهران موحدم، رحمکم الله، الله هر یک شما را رحمت نماید. بدانید که توحید اصل دارد و کمال دارد. یعنی یک نمود توحید است که این اصل توحید است، یا که علما این را مطلق التوحید هم میگویند. این نمود توحید ایمان انسان را صحیح می کند، اسلام انسان را صحیح و درست می کند و همین قسم توحید برای داخل شدن انسان به جنت و نجات دادن انسان از آتش جهنم سبب می شود و اعتباری داخل شدن به جنت و نجات یافتن از آتش جهنم انمین است. انمین قسم توحید که اصل توحید است. و بین مسلمان و کافر فرق می گذارد. بین یک انسانی که مسلمان است و بین یک انسانی که کافر است و مشرک است، انمین قسم توحید که اصل توحید است فرق می گذارد. یعنی مسلمان را از کافر و مشرک جدا می کند و مقتضا و طلبات شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله و ایمان به الله هم همین است. یعنی در موضوع توحید سخن به نهایت زیاد است، اما بدانید که چهله که در مسئله ایمان در حلقه های گذشته، بخصوص در حلقه ایمانی که 17 حلقه در حلقه های در گروه بیان عقیده اهل سنت و جماعت وجود دارد، ما در مسئله بیان ایمان 17 حلقه و بعد از این کفر و نفاق و شرک صحبت کرده هستیم با 21 حلقه. در این حلقه ذکر کردیم که ایمان 3 مرحله دارد: اصل ایمان، واجبات ایمان، مستحبات ایمان، مراتب ایمان، مرتبه های ایمان. اصل ایمان گفتیم 6 است. یکمینش توحید است،
دومینش شرک است، سومینش الولاء و البراء است، چهارمینش کفر بالطاغوت است، پنجمینش عدم الامتناع و التولی، یعنی عمل پای در پای ترک نکردن و خواندن نماز و دادن زکات گفتیم. این 6 اصل ایمان است، رکن ایمان است. یکی از این انسان ترک کند کفر می شود. یعنی انسان مسلمان میکردگی یا ایمان انسان به وجود می آورده 6 چیز اصل، ریشه، پیداوار، اساسی ایمان انمی 6 چیز است. و بعد از این دیگر باقی مانده چیزها واجبات است. انسان ترک کند هم از سبب جهل کافر نمی شود. مستحبات بعد از این مرحله سوم است که انسان دیده و دانسته ترک کند هم حتی گناهکار نمی شود، کننده‌اش ثواب میگیرد، ترک کننده‌اش گناه نمیگیرد. مستحبات. این چنین برادران و خواهران عزیزم، توحید هم مثل ایمان است. توحید هم به خودش اصل توحید، یعنی مراتب توحید هم همچنین است. اصل توحید، واجبات توحید و مستحبات توحید. اصل توحیدی که انسان را موحد می سازد، اما موحد درجه کاملی پره نیست. ما در حلقه های گذشته در مسئله تحقیق التوحید گفته بودیم همان انسان محقق توحید نامیده می شود. همان انسان توحید را 100% به جا آورده و در روز قیامت بی سوال و جواب به جنت می رود. همانی که هم اصل توحید را به جا آورد، هم واجبات توحید را، هم مستحبات توحید را به جا آورد. همانی که توحید را به جا آورد و از شرک اکبر و اصغر و تمام چیزهایی که به شرک نزدیکی انسان را میبرد از همانها دور بشود، شوائب الشرک. اما اگر یک انسان توحید را تحقیق کرده نتواند، به درجه بالای توحید نبراید، اما در حالت مسلمانی بایستد، این باید اصل توحید را به جا آورد. هر کسی که اصل توحید را به جا آورد این مسلمان است، اما بگویم موحد است، اما موحد ضعیف است. برای آنکه موحد هم از همدیگریش انسان فرق دارد. موحدی هست که ضعیف است، موحدی هست که وسط است، یا موحدی هست که قوی هست، موحدی هست که به درجه بالا برآمده است. بالاترین درجه موحد این موحدی که توحید را تحقیق نموده است. هر کسی که توحید را تحقیق بکند 100%، یعنی هم اصل توحید، هم واجبات توحید، هم مستحبات توحید را به جا می آورد، هم شرک را اکبر، اصغر و تمام عملهایی که به شرک اصغر میبرد اینها را ترک میکند، این تحقیق کننده توحید است. اصل توحید چیست؟ کدام عملها از اصل توحید است که انسان اگر این عملها را ترک بکند کافر می شود، مسلمان نیست، اسلامش صحیح نیست و کافر است. اگر لا اله الا الله گفته به مسلمانی درآید و اصل توحید را به جا نآورد باز مرتد می شود. پس اصل توحیدی که هر یک انسان باید به جا آورد، برای این را به جا آوردن ملا شدن و طالب علم شدن و عالم شدن شرط نیست. این اصل توحید را باید هر یک مسلمان باید به جا بیارد، هیچ کسی عذری ندارد. این چی است؟ اولینش مقتضی الشهادتین، طلبات ها و خواست های دو شهادتین، دو شهادت را که یکمینش شهادت دادن اشهد ان لا اله الا الله، دومینش اشهد ان محمد رسول الله را به جا بیاورد. و دومین اصل توحید ایمان به الله است. یعنی هر کسی که ایمان به الله بیارد به طرز شرعی، به یگانگی الله، به ربوبیت الله، یعنی تنها الله یکتا در ربوبیتش الله را اثبات بکند، در الوهیت اثبات بکند، در اسما و صفات، در حکم و در البته متابعت که این باز میگردد به طلبات شهادتین. الله خوب بشناسد شرعا چگونه که الله خواسته است، همچنین تنها و یکتا و بینیاز، قادر، مقتدر، آنی که رب ملکوت السماوات والارض است، آنی که نافع الضار است، منفعت دهندم همون الله است، ضرر رسانندم همون است، آنی که تمام شفا در دست اوست، آنی که مستحق عبادت است و باید
تمام انسان ها و جن ها یگانه او را عبادت بکنند. آنی که شریعتش در روی زمین شریعتی است که باید تمام مردم متابعت کنند و پیرو از این شریعت باشند. آنی که حکمش باید در بالای زمین تطبیق بشود. الله که یگانه است و یکتا است، شریک ندارد، فرزند ندارد، زن ندارد، زاییده نشده است و کسی را نزاییده است. او یکتا است. سبحان الله. الله را با تمام نمود توحید باید شناخت. و دومینش طلبات های شهادتین، مقتضی شهادتین. برادرانم و خواهران عزیزم، ما در گروه بیان عقیده حلقه های داریم. البته این حلقه ها را شما میتونید پیدا بکنید، دسترس شما است. 100 حلقه از آموزش کلمت لا اله الا الله، 100 حلقه از آموزش کلمت التوحید، کلمت الطیبه، کلمت الاخلاص، کلمت التقوى، کلمت العروة الوثقى، کلمت الطیبه، کلمت الشهاده. همه این نام های لا اله الا الله است، محمد رسول الله. ما در موضوع لا اله الا الله محمد رسول الله شهادتین 100 حلقه صحبت کردیم. شما حتما این درس ها را گوش بکنید تا که مقتضا و طلبات لا اله الا الله را بفهمید. مقتضا و طلبات لا اله الا الله این است که انسان اولا کفر به طاغوت آورده باشد. هر کسی که کفر به طاغوت ندارد، کفر بر طاغوت ندارد، این موحد نیست. هر کسی که کفر به طاغوت ندارد، توحیدش وجود ندارد. کفر به طاغوت این رکن توحید است، این نفی است. رکن لا اله الا الله یکش کفر به طاغوت است. کسی که کفر به طاغوت ندارد، به طاغوت کفر نورزیده است، این انسان موحد نیست. اصل توحیدش نابود شده است، کافر است، مرتد است. سبحان الله. در مسئله کفر به طاغوت هم 31 حلقه وجود دارد. کفر به طاغوت را گوش بکنید. چرا گوش بکنید؟ برای اینکه کفر به طاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت، اصل توحید است. مقتضای اولینی طلبات و مقتضای شهادتن کفر به طاغوت است. برای اینکه توحید و این چنین لا اله الا الله در بالای انمین کفر به طاغوت و اثبات میشد. نفی و اثبات. توحیدی که نفی ندارد، کفر به طاغوت ندارد، این توحید نیست. دینی که نفی ندارد، یعنی کفر به طاغوت ندارد، دین نیست. پس انسانی که کفر به طاغوت ندارد، حالا طاغوت را نشناخته است و به طاغوت کفر نورزیده است، سبحان الله، این موحد نیست. اصل توحیدش نابود است. اصلی بزرگترین طلبات مقتضای شهادتین وجود ندارد که این اثبات است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 256 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. هر کسی که کفر به طاغوت ورزد، کفر ورزد به طاغوت و بعد از این ایمان بیاورد به الله، انمین معنای لا اله الا الله است. اولین طلبات لا اله الا الله، اولین فرض عینی که مسلمان باید از لا اله الا الله بداند، این کفر به طاغوت است. و بعد از این الولاء والبراء است. موالات کردن یعنی دوست داشتنی مسلمان ها، دوست داشتنی موحدین، کمک کردن موحدین، نصرت دادن اهل توحید. هم دوست داشتن با قلب و نصرت دادن با جسم. یک مسلمان را در نزدت اذیت بدهد، یک کافر، یک مرتد، تو اگر نصرت به مسلمان ندهی، تو حکمت چیست؟ تو قادری، تو میتوانی که به مسلمان نصرت بدهی، اما نصرت نمیدهی. الله المستعان. از ضعیفی ایمان شروع میشه تا نابود شوی ایمان. پس اصل دین این مقتضای شهادتین است، طلبات شهادت. اصلی بگویم توحید این طلبات شهادتین. طلبات های شهادتین بسیار است. اولینش بگفتیم کفر به طاغوت، این نفی است. الولاء والبراء. و البته
تکفیر کردن یهود و نصارا و مشرکین، برای هر کسی که یهود و نصارا و دیگر دین ها را هر یکش را تکفیر ندانه، اونها را کافر نشماره، خودش کافر می شود، نابود می شود. البته یک قسمی از تکفیر این واجبات است، اما قسمی که یهود و نصارا باشد، یعنی اون انسان هایی که در دیگر دین هستند، تکفیر کردن اونها، یا مرتدهای آشکار و واضحی که خودشون را میگن که ما از دین بیزار شده ایم و به دیگر دین میگذارن، تکفیر کردن اونها این اصل دین است. دیده و دانسته تکفیر نکردن اونها توحید را نابود میکند. این مقتضای شهادتین است. و بعد از این دانستن معنای لا اله الا الله، العلم، علم به شناخت الله و رسول و دین. من ربک، من نبیک و ما دینک. اللهت کیست؟ نبیت کیست؟ دینت کیست؟ دینت چیست؟ به این باید جواب داده توانی. علم همین است. بعد از این یقین، باید تو یقین بکنی به این توحید، به الله، به یکتاپرستی، به لا اله الا الله محمد رسول الله، شک و شبهه نداشته باشی. امروز چقدر زیادن مسلمان هایی که شک دارند بر توحید، شک دارند بر کفر بالطاغوت، شک دارند بر کافر بودن یهود نصارای، شک دارند بر کافر بودن مشرکی که در غیر دین اسلام است، خودش در بودیست است. والعیاذ بالله. این چنین انسان ها حالا اسلام را نفهمیده است. باید یقینا موقن باشیم. و بعد از این صدق، ما باید صادق باشیم در این ایمانمون، در توحیدمون، در قبول لا اله الا الله، در قبول الله و رسولش و دینش و قرآن و کتابش. دروغین نباشیم. و بعد از این اخلاص، یا که بگیم محبت الله و رسولش، محبت مسلمین را داشته باشیم، چخیلی که این را موالات گفتیم. و البته براءت را نیز داشته باشیم، براءت کفار، مشرکین، مرتدین، براءت نمودن از طاغوت، یعنی بد دیدن اونها، بغض و عداوت داشتن نسبت اونها، ترک اونها، تکفیر اونها، بد دیدن اهل بدعت، و در حالت قدرت ظاهرا هم ضد اونها عمل کردن برای نابودیشون. هر کسی که قلباً براءت اعتقادی قلبی ندارد، با قلبش کفار و مشرکین را بد نمیبیند، این مسلمان نیست. الله المستعان. و بعد از این اخلاص، ما باید اخلاص داشته باشیم. این یکی از بزرگترین مقتضای شهادتین است، طلبات شهادتین است. ضد اخلاص شرک است. هر کسی که شرک را انجام میدهد، طلبات لا اله الا اللهش نابود شده است، مشرک شده است. اما امروز میبینیم که یک مشرک را کسی مشرک میگوید، همه به داد میآیند، گمان میکنند که در دین الله مشرک را مشرک گفتن وجود ندارد. عقیده مرجئه ها غلبه کرده است، پهن شده است و منتشر یافته است. عقیده مرجئه اساسش این است که کافر را کافر نباید بگویی، مشرک را نباید مشرک بگویی. اما دین الله و رسولش به ما امر میکند که وقتی که مشرک را انیق دیدی و دانستی و فهمیدی، به تو فرض است، به تو واجب است که باید مشرک را مشرک بگویی، وگرنه خودت مشرک میشوی. این مقتضای طلبات لا اله الا الله است. کسی که شرک اکبر را انجام میدهد عذری ندارد. کسانی که شرک اکبر آشکار را انجام میدهند عذر ندارند، جاهل هستند، نیستند، اونها مشرکند، باید مشرک گفته شود. کسانی که در دین غیر دین اسلام هستند، کسانی که از دین اسلام به دیگر دین گذشتند، همشون کافرند، مشرکند. باید همچنین اعتقاد داشته باشین. طلبات مقتضای شهادتین است. این اصل توحید. نمین مقتضای شهادتین این سخن زیاد است. دو رکن لا اله الا الله
و 7 شرط صحت لا اله الا الله انمین طلبات و مقتضا و لوازمات لا اله الا الله است. و بعد از اخلاص که به وجود آمد باید قبول بکنی، شریعت را باید از اول تا به آخرش قبول کرده باشی. 99% اسلام را قبول بکنی، 1% دین الله، شریعت الله، اسلام را قبول نکنی، این چنین انسان مرتد است و کافر است. هر کسی که تمام اسلام را قبول بکند اما بگوید که حجاب این مال بیگانگان است، ما قبول نمی کنیم، فرهنگ ما دیگر است، این است و آن است، این انسان و کسی نباشد، این مرتد است و کافر است، مشرک است. من ابغض مما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم، یک سنت از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را کسی بد میبیند، بغضش میاد، غضب به سنت پیامبر میکند، معقولش نیست، قبول ندارد، والعیاذ بالله، این چنین انسان مرتد است و کافر است. چرا که اصل توحیدش شکسته است، مقتضای شهادتینش نابود شده است. پس ای برادران و خواهران عزیزم، ما باید 100% باید شریعت را قبول بکنیم، خواه به ما معقول است یا نیست، خواه موافق شهوات و نفسی ما هست یا نیست. همه شریعت موافق نفسی ما نمیاد. نفسی ما یک نفسی است که سبحان الله به همه چیز ضدیت میکند. مؤمن و مسلمان و موحد کسی است که شریعت را کاملا قبول میکند. اما امروز میبینیم که این مشرکین، این منافقین، بسیاری اونها شریعت اسلام را 100% قبول نمیکنند. صوفی های قبوری میگن که ما اسلام را قبول میکنیم که قبر پرستی باشد، قبر پرستی نباشد ما اسلام قبول نمیکنیم. این اسلام ما نیست، این اسلام وهابی ها است، سلفی ها است، خوارج ها است. یعنی صوفی ها دینشان قبر پرستی است. میگیم که قبر نپرستید، میگن که دین ما همین است، دیگر دین قبول نداریم. حزبی ها میگن که دین ما همون دینی هست که در این دین حکمی بغیر ما انزل الله وجود دارد. میگویند دین ما همون دین است که حکم کردن به حکم غیر الله را قبول دارد. یعنی خود حزبی ها میگوید گویا که دین اونها گویا دیگر دین است. هر روز ما به اونها میگیم ای حزبی ها، ای حزب هایی که خودتون را به اسلام نسبت میدهید، یا که ای حزب هایی که خودتون را مسلمان میدانید و به اسلام خود را نسبت نمیدهید و یگان فریب دارید، اگر شما اسلام را خواهید، الله را خواهید، جنت را خواهید، رضایت الله را خواهید، این راه انتخاب کرده شما راه کفری هست و شرکی هست. چرا که شما در این راهتون حکم کردن به حکم غیر الله را انتخاب کرده اید، برای تحقیقش میجوشید، موالات کفار دارید میکنید. دین اسلام این عمل شما را قبول نمی کند، چرا که شما در اصل توحید مشکلی را ایجاد می کنید، مقتضای لا اله الا الله محمد رسول الله را می شکنید، بجا نمی آرید، طلبات لا اله الا الله را بجا نمی آرید. اونها میگن که دین ما همین دین است. چیزی که شما میگویید، یعنی اهل بدعت به ما میگن، اهل شرک و کفر به ما میگن، چیزی که شما میگید این دینی اهلی سختگیرها، متشددها، دینی وهابی ها، سلفی ها، والعیاذ بالله. آن دینی که با قرآن و سنت ثابت شده است انمین است که هر کسی که حکم الله را همچون حکم صالح به هر یک زمان و مکان قبول نکرد و گفت که در این عصر حکم الله، شریعت الله قادر به تنظیم در آوردن یک حکومتی نیست، این انسان مرتد است و کافر است و مشرک است. هر انسانی که حکم غیر ما انزل الله را خوب و افضل میداند، در این عصر و زمان بهترین میداند از حکم الله سبحانه و تعالی، این هم مرتد و مشرک است. چرا که در مسئله طلبات شهادتین، در مسئله اصل توحید مشکلی دارد، اصل توحید را انکار کرده است، مقتضای شهادتین را به جان آورده است که این قبول است، کاملا دین را قبول نکرده است. بیایید دین را کامل قبول بکنیم. چگونه که پرینسیپ نفسی شخص
یا که به هوای و هوس خودمون مطابقش رو قبول کردن و باقی منشورت کردن، این البته کفر است و جایز نیست. ما هر چیزی که در شریعت است به ما موافق است یا موافق نیست باید قبول بکنیم. انمین بنده شدن به الله است. همان وقت ما با بنده شدن خود را به الله اثبات میکنیم که تمام حکم الله را قبول بکنیم و بگوییم که ای الله من بنده تو هستم. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین بودند که عزیز شدند و جنتی شدند. حدیث صحیح آمده است که وقتی که قرآن حرام شد، انس ابن مالک و یک چند دیگر صحابگان در دستشان شراب داشتند می نوشیدند. صحابه گفتند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم آیت نازل شد که در آن سوره مائده آیه 90 و 91 قرآن 100% نوشیدن این شراب را، عرق، وینا و غیره را حرام میکند. از دستشان بوده چیز را یک و یک بار پرتافتند. صحابگانی که در دهانشان بود از دهانشان گردانیدند. نگفتند که لقمه آخری نشیج باقی نیست، گردانیدند. و تمام این طبقهایی که شراب داشت چاشیدند و پاک کردند. اما امروز مسلمان ها 1.5 میلیارد است. 1.5 میلیارد هم زیاد است. اما اکثر اونها شریعت را کامل قبول نمی کنند. در قبول کردن شریعت مشکلی دارند. بعضی حتی نامش علما است، بمانند قرضاوی، حکم الله را همچون تطبیق کننده قبول نمی کند. رجمی که در قرآن آمده است انکار می کند و این را ظلم و بدبختی می گوید. تمام فرقه هایی که حزبی هست یا که سبحان الله یا که تمام حزب هایی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند یا تمام فرقه هایی که فرقه های بدعتی هست، حکم الله سبحانه و تعالی را همچون یعنی حکم تدبیرساز، دولتساز، یک حکمی که عدل است و در همه زمان و مکان باید تطبیق شود قبول نمی‌کنند. بعضی ریش رو قبول نمی‌کنند، بعضی حجاب رو قبول نمی‌کنند، بعضی الولاء والبراء را، بسیاری فرقه ها الولاء والبراء را قبول نمی‌کنند. کفر بالطاغوت را قبول نمی‌کنند. مشکلی ما با دیگر اهل بدعت در همین جا است. در کفر بالطاغوت، الولاء والبراء، مشرک گفتن مشرک. آشکارا مشرک ها میگویند که ما مثل شما هستیم، تمامی گفته های شما را قبول میکنیم، اما در مسئله حکم الله، حکم کردن به حکم الله و رسولش سخن نکنید. در مسئله کفر بالطاغوت سخن نکنید. در مسئله الولاء والبراء سخن نکنید. در مسئله تکفیر کردن مشرکین سخن نکنید. ما همراه شماییم. از صوفی، از تمام حزبی و تمام اهل بدعت، تمام مرجعه ها، مدخلی و غیره، انا در همین جا با ما مخالفت میکنند. یعنی بعضی دین را میگیرند و بعضی دین را نمیگیرند. الله سبحانه و تعالی گفت چرا بعضی کتاب را میگیرید و به بعضی قرآن ایمان میارید و بعضی کتاب را، بعضی قرآن را انکار میکنید؟ لما تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. برای چی به بعضی قرآن ایمان میارید، به بعضی احکامش ایمان میارید، اما بعضی احکام را انکار میکنید؟ این چنین وجود ندارد، قبول نیست. باید 100% ایمان بیاری. و دیگر مقتضای شهادتن انقیاد است، عمل کردن است. انسان وقتی که من موحدم، مسلمانم، لا اله الا الله گفت، معنیش را فهمید، محبت دارد، یقین دارد، صدق دارد، اخلاص دارد، قبول دارد، باید عمل بکند. عمل نکند، نماز نخواند، زکات ندهد، این باز کافر است. چرا که مقتضای لا اله الا الله را ترک کرده است. پس از اینجا فهمیده می شود که مختصرا بگویم توحید ما اصل دارد که کسی که ترک کند کافر است. این اصل دو قسم است: ایمان آوردن به الله و طلبات های لا اله الا الله. طلبات های لا اله الا الله زیاد است. ایمان آوردن به الله هم باید چگونه باشد؟ خیلی که در اول گفتیم ایمان آوردن در ربوبیت الله، در الوهیت الله، در اسما و صفاتش.
یعنی به تمام نمود توحید ایمان آوردن و اثبات کردن و قبول کردن و بعد از این طلبات ها و مقتضا و لوازم شهادتین را به جا آوردن. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله دو رکن دارد. لا اله نفی کفر بالطاغوت الولاء والبراء تکفیر المشرکین، الا الله اثبات الله در ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، توحید ها به تمام نمود توحید. و بعد از این محمد رسول الله دو رکن دارد. اثبات کردن این که محمد صلی الله علیه وسلم یگانه کسی هستند که باید پیرو بشویم و محمد بنده الله و رسول الله هستند. و بعد از این 7 شرط صحت لا اله الا الله را به جا آوردن که بیان کردیم. العلم ضدش جهل، یقین ضدش شک و شبهه، و صدق ضدش کذب دروغ، و محبت ضدش بغض و عداوت، و به جا آوردن البته اخلاص که ضدش شرک است، و به جا آوردن قبول که ضدش ترک و انکار است، اباحه است، و انقیاد به جا آوردن عمل که ضدش اعراض است و اعتراض است و بعد از این اباء است و تولی است. انمین سبحان الله طلبات های مقتضای شهادتین است. پس برادرانم و خواهران عزیزم، هر کسی که اصل توحید رو، انمین گفته ها رو به جا آورد، بعد مسلمان شد، موحد شد، این فقط مسلمان است، مؤمن است، فقط اصل توحید به جا آورده است. حالا موحدی حقیقی 100% که درجه بالا رفته باشد نه، بلکه اصل توحید به جا آورد و مسلمان است، مؤمن است، البته کافر نیست، مشرک نیست، برای که وقتی که همین مقتضای شهادتین رو به جا آورد و ایمان به الله آورد، او مسلمان است و از کفر شرک دور شده است. اما بعد از این که اصل توحید را آورد، خواهد که به درجه بالای توحید برود، به درجه کمال توحید رسد، به درجه تحقیق توحید برسد، باید کمال توحید را به جا بیاورد، مطلق توحید را به جا بیاورد. در این مسئله مردم از همدیگر فرق دارند. یعنی مردمی هستند که اصل توحید به جا آوردند و فقط باقی ماندند، و مردمی هستند که اصل توحید به جا آوردند و بر ضمن این واجبات توحید، مستحبات توحید به جا آوردند و درجه بالا و بالا برسیدند. پس بدانید که ایمان چگونه که زیاد و کم می شود، توحید هم زیاد و کم می شود. کمال توحید یعنی درجه بالاترین مکمل شدن توحید، مطلق توحید، کمال توحید در قلب هر یک انسان هر خیل است، در عمل هر یک انسان هر خیل است. در قلب یک انسان ایمان زیاد است، بگویم توحید زیادتر است، تطبیقش زیادتر است، و در قلب یک انسان تطبیقش کمتر است. سبحان الله. و این نمودی توحید، کمال التوحید، ما گفتیم اصل توحید رو کسی که ترک کند کافر است و مشرک است. اما کمال توحید، این قسم توحید یعنی جزئیات توحید رو، کمال توحید، مستحبات توحید رو کسی که ترک میکند، این انسان البته کافر نمی شود، مشرک نمی شود، بلکه این انسان توحیدش ضعیف است. یعنی واجبات توحید وجود دارد، یعنی واجبات توحید همون عملهایی که هر کسی که ترک میکند، به این ترکش در نزد الله جزا میگیرد، عقاب دارد. واجبات توحید به خودش عقاب دارد، این مخالفت هایی که به خودش عقاب دارد. اما اصل توحید وجود دارد. این انسان گرچنده که واجبات توحید رو به جا نآورد هم، اگر جاهل باشد، این انسان چی است؟ مسلمان است، برای که اصل توحید وجود دارد. یا مستحبات توحید، مستحبات را ترک بکند، اصلا گناهگار نیست، عقاب هم ندارد، جزا هم ندارد. شما بگوید که یک مثال از مستحبات توحید بیار که ما دانیم. مستحبات توحید علما مثال زیباترین رو میارند. یعنی انسان همان قدر به درجه بالاترین توحید میرسد که
حتی یگان چیز را از یگان انسان سوال نمی کند. مطلقاً کمک در نظر داریم، از یگان انسان کمک طلب نمی کند. امید ذره امید به انسان دیگری نمی کند. صحابگان بسیاریشون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شهادت به جنتی بودن اونها داده بودند، در همین کمال توحید بودند. اصل توحید به جا آورده بودند، واجبات توحید به جا آورده بودند، حتی مستحبات توحید به جا آورده بودند. ایمانشون به درجه کامل شده بود که یگان چیزی رو از کسی نمی پرسیدند. مثلا یک چیز لازم است، یک پای افضل رو گرفتنیند، یگان کسی نمی گفتند که پای افضل مرا به من ده. یکی از صحابگان روایتی است که میگن میخواهیم یک یعنی طعام نداریم، امروز طعام نداریم، طعام بیارید. صحابه اولین کاری که شروع کردن دعا کردن به الله، بعد از این حرکت کردن. حالا حرکت به کار نکرده، طعام از نزد الله به اونها رسیده بود. حتی سلف این امت در حالت مریض شدن، دارو خوردن رو، به نزد طبیب رفتن رو بسیاریشون از همین باب میدونستن که اینقدر توحیدشون قوی بود که دارو یعنی به نزد یک طبیب رفتن و دارو خوردن و این چیزها رو سبحان الله خلل در توحید میدونستند. ایمانشون اینقدر ببینید توحیدشون اینقدر قوی بود، اصل توحید، واجبات توحید، مستحبات توحید رو آورده بودند که از غیر الله یک ذره امید شفا نمیکردند، خاص به الله علاقه داشتند. شما در حیرت نمانید، شما وقتی که قصه صحابگان رو میخونید در حیرت نمانید که چرا این طور بودند. قسم به الله امروز هم اینچنین انسان ها شاید وجود دارند، البته وجود دارند. این انسان ها کیها هستند؟ انسان هایی هستند که اصل ایمانشون قوی هست، واجبات ایمانشون قوی هست، مستحباتشون قوی هست، بجز الله از کسی امید ندارند. مستحبات ایمان همین است، بجز الله از کسی امید ندارند، بریزاگی کسی ذره پروایی ندارند، همه عملشون بریزاگی الله هست. از کسی ذره ترسی ندارند، از کسی ذره چیزی را نمیپرسند، حتی یک چیزی را به من ده گران هم نمیگویند. و در حالت مریضی حتی به هیچ چیز نیازی از این طبابت کننده ها هم ندارم، به الله فقط نظرم. این ایمان اونها بود، تقوای اونها بود. برای همین وقتی که جراحی می شدند بسیاری اونها امروزه نرکس را استفاده نمی بردند. خیر البته این مسئله دیگر است، لیکن از قوی بودن اصل ایمان اونها، از قوی بودن اصل توحید، واجبات توحید، این از مستحبات ایمان اینها بود. جایز است امروز اگر جراحی شوه، جایز است که از این نرکس ها یک چیزهای بیهوش و مدهوش می شده استفاده برید، اما صحابگان استفاده نمی بردند. در زمان اونها هم بود همچنین چیزهایی، اما استفاده نمی بردند، چرا که اونها به درجه بالاترین توحید، مستحبات توحید را به جا آورده، تحقیق توحید را به جا آورده بودند. حضرت علی رضی الله عنه وقتی که همچون یک در سبحان الله جنگ با ضد کفار در جهاد جراحت برداشتند و این جراحت را وقتی که خواستند که یعنی سبحان الله جراحی بکنند، اول به نماز نیت کردند و ایستادند، گفتند که در نماز مرا جراحی بکنید. صحابگان همچنین بودند. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وقتی که در نماز 7 کرد به جسمش و به شکمش زده شده بود، خست دومین رکعت نماز را خواند. میتوانست که با همون نخسته در حالت خواب بخواند، اما اونها به درجه ایمان مستحب رسیده بودند. وقتی که انسان اصل توحید را به جا می آورد، واجبات توحید را به جا می آورد، مستحبات توحید را به جا می آورد، این دنیا در نزدش یک چیزی ناچیز است. این دنیا از عقبش می تازد، برای رزق خودش را نمی کشد، بلکه رزق خود به خود می آید. توکلش به الله قوی می شود. پس این بود مرتبه های توحید، این بود چیزهای ضروری از توحید که ما باید بدانیم. اصل توحیدی که انسان را مسلمان می کند این دو چیز است: مقتضای شهادتین و ایمان به الله، و کمال توحید، مطلق توحید که ترکش، اصل توحید ترکش انسان را مشرک و کافر می کند، یعنی ترک کردن مقتضای طلبات های شهادتین و ایمان به الله.
اما دومین قسم و سومین قسم واجبات توحید، کمال توحید، وقتی که انسان ترک میکند، اگر به واجبات توحید عقاب شود هم، جزا داده شود هم، اما کافر نمی شود. مستحبات توحید اصلا عقابی ندارد، اما کسی که دیدار الله و جمال الله را خواهد، هر کسی که سبحان الله به ایمانی را نخواهد و در این دنیا به فوز اکبر، به نجات بزرگ به نزد الله رفتن را خواهد، اصل توحید را، بعد از این واجبات توحید را، بعد از این مستحبات توحید را باید به جا بیاورد. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، خودتان را بسنجید که کدام نمودی توحید را دارید. توحید من و شما در کجا است؟ امروز همه سخنهای ما، این صدها حلقه، صدها ساعت درسایی که من و شما داریم گوش میکنیم، میآموزیم، فقط درباره اصل توحید است. حالا ما به واجبات توحید، سبحان الله، مستحبات توحید کم صحبت کرده شدیم. پس بدانید که ما چگونه ضعیفیم. ببینید که امروز امت اسلام چگونه از توحید دور شده است. پس به توحید بازگردید. نجات من و شما در توحید است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.